شاید تعجب کنید اما تمام لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی موجود در بازار یا قاچاق یا فیک و از اونجایی که 5 سال واردات محصولات خارجی ممنوعه، همینایی هم که موجوده اگه اصل باشه تاریخ مصرف گذشته است. این واقعیتی که محمد رضا بحیرایی رئیس انجمن وارد کنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی بهش اشاره کرده، محصولاتی خطرناک برای پوست و سلامت مردم که به گفته بحیرایی میزان عوارض و خطری که دارن قابل پیش بینی نیست، چرا که گستردگی و عمق این عوارض به ژنتیک افراد بستگی داره. ممکنه برای یکی عوارض حاد داشته باشه و برای دیگری سطحی. بر اساس گزارش سازمان مبارزه با قاچاق، برخی افراد به دلیل استفاده از محصولات فیک و قاچاق مرتبط با چشم حتی نابینا شدند، محصولاتی که در برخی موارد زیر پله‌ها ساخته میشن و بعد با برند خارجی روانه بازار میشن. ایران یکی از مهمترین بازارهای هدف محصولات آرایشی قاچاقه، چون دولت 5 سال واردات محصولات آرایشی رو به ایران ممنوع اعلام کرده. رتبه 7 جهان و 2 منطقه در مصرف محصولات آرایشی و بهداشتی متعلق به ایرانه. گردش مالی کالای بهداشتی آرایشی بیش از 2 میلیارد دلار تخمین زده شده که 50 تا 70% اون کالای فیکه و این یعنی آسیب جدی به تولید داخلی و سلامت مصرف کننده. بحیرایی با انتقاد از ممنوعیت